اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال العظيم في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. در آستانه شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادق سلام الله علیه هستیم. جهت عرض تسلیت و تعزیتمون به محضر حضرت بقیت الله اجماعاً صلواتی عنایت بفرمایید. در این محضر مقدس عرایضم رو در دو بخش محضر اعزه عرض خواهم کرد. بخش اول مقام امامت و بخش دوم مقام فقاهت. بر اساس آموزه‌های مکتب شیعه دو ویژگی مهم را خدای متعال به انبیا و ائمه عنایت فرموده است. ویژگی اول عصمت است که همه اونها مسئول از خطا، مسئول از گناه، چه به صورت سهو چه به صورت عمدن، نقص و عیبی در وجود حضرات معصومین ملاحظه نخواهد شد. عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ویژگی دوم علم است، علمی الهی و لدنی که پروردگار عالم این علم را در اختیار انبیا و ائمه بر اساس مراتب مقاماتشون داده است. هم علم و هم عصمت هر دو ویژگی موهبتی است که هیچ کدام به وسیله ابزار عادی و معمولی به دست نیامده است. علمشون نیاز به استاد، کلاس، مدرسه، کتاب ندارد. این علم الهی است که در اختیار انبیا و ائمه قرار داده شده است. این دو خصیصه بزرگ و مهم بر اساس یک واژه بسیار حساسی است که در آیات قرآن آمده است و آن اصطفاست، یعنی برگزیدگی. پروردگار متعال انسانهایی را به صورت استثناء از میان دیگران انتخاب می کند
اونها مصطفونند. ما در تعابیرمون هم در آیات و هم در روایات و هم در ادعیه و هم در زیارات داریم ائمه را به عنوان مصطفون میشناسیم، یعنی کسانی که مصطفی هستند، یعنی برگزیدگان الهی. خدای متعال در قرآن بارها این مطلب رو به صراحت یا به اشاره بیان فرموده است. ان الله اصطفی آدم و نوحا. بعضی از انبیا رو نام میبرد که خدای متعال اونها رو به مقام اصطفا رسونده است، یعنی برگزیده است، جدا کرده است. اونها تافته جدا بافته هستند. البته اصطفا اختصاصی به انبیا و ائمه ندارد. ما در خارج دایره انبیا و ائمه افرادی رو داریم که به مقام اصطفا رسیدند، البته نادرند، انگشت شمارند. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. همین آیه خطاب به صدیقه طاهره سلام الله علیها است. ابن عباس نقل میکنه از رسول خدا هر روز شبانه روز در اوقات نماز ملائکه صدا میزدن یا فاطمه تو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. صدیقه طاهره به مقام اصطفا رسیده است. خدای متعال او رو برگزیده است. ائمه ما طبق اعتقاد صحیح ما شیعه این مقام رفیع رو دارند. پس مقام امامت دارای دو ویژگی عصمت و علم الهی است، به جهت اینکه اونها از میان انسانها جدا شدند و بر اساس شایستگی و لیاقت اونها خدای متعال اونها رو برگزیده است به عنوان ائمة یهدون بامرنا الی آخر. این اصطفا و برگزیدگی آثار بزرگی را دارد. یکی از آثارش رو در این آیه‌ای که در شأن و منقبت امام صادق سلام الله علیه هست بیان شده. آیه امشب ما آیه شریفه 32 سوره مبارکه فاطر است. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یکی از ویژگی هایی که خدای متعال برای مصطفون انسانهای برگزیده بیان می کند وراثت کتاب است. ثم اورثنا الکتاب. خدای متعال می فرماید ما کتاب را به ارث گذاشتیم برای کسانی که اصطفینا من عبادنا، برای انسانهایی که از میان بندگانمون اونها رو برگزیدیم و جدا کردیم، برای منتخبین، برای اونهایی که مصطفی هستند. خب حالا این آیه شأن نزولی دارد، تعویلی دارد، باطنی دارد، تفسیری دارد. بریم سراغ روایات به مقتضای وقت کممون. دو سه تا از این روایات رو محضرتون عرض کنیم تیمنا، ببینیم که این آیه سوره مبارکه فاطر در حق چه کسانی نازل شده است. روایات زیاده. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی بابی را دارد در ذیل این آیه، روایاتی داره ملاحظه بفرمایید. دیگران در جوامع روایی و جوامع حدیثی روایات زیادی رو
نقل کردن. من به یکی دو تای از این روایات اکتفا میکنم. عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی ثم اورثنا الکتاب قال علیه السلام فهم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. روایت از امام باقر است. فرمود این آیه درباره اهل بیت نازل شده است. صفوت الله، عنایت کنید تعبیر امام باقر را، چون آیه میگه ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پس اینهایی که خدای متعال کتاب را در میان اونها به ارث گذاشته است، اینا به تعبیر امام باقر صفوت الله اند، یعنی برگزیدگانند از جانب پروردگار عالم. روایتی رو در جوامع اهل سنت میبینیم. یکی از کتاب‌های بسیار مهم در میان اهل سنت شواهد و تنزیل حاکم حسکانی نیشابوری حنفی مذهب متوفای قرن خامس است، قرن پنجم، یعنی تقریبا 900 سال قبل. این مرد حنفی مذهب آیاتی را از قرآن که در شأن اهل بیت هست جمع‌آوری کرده. 300 و اندی آیه در صفحه 104 شواهد و تنزیل. ببینید روایت زیبایی رو که این مرد سنی مذهب است نقل میکنه، عنایت بفرمایید. روایت طولانی است، من بخش کوچکیش رو قرائت میکنم. قال الراوی، روایت از امام سجاد علیه السلام است. قال الراوی فقلت یا ابن رسول الله فی من نزلت هذه الآیه. این آیه ثم اورثنا درباره چه کسانی نازل شده؟ روایت رو داره این عالم سنی مذهب نقل میکنه. فقال علی بن الحسین علیه السلام، عبارت رو ملاحظه کنید، فرمود نزلت والله فینا اهل البیت 3 مرات. 3 بار حضرت قسم خوردن، فرمودن والله این آیه درباره ما اهل بیت نازل شده است. ما اهل بیت مصطفونیم، انسانهای برگزیده هستیم. پس این آیه معلوم شد درباره اهل بیت هست. اهل بیت همه ائمه را شامل می شود، از جمله امام صادق. یعنی امام صادقی که در آستانه شهادتش هستیم وارث کتاب است، عنده علم الکتاب است. این علم الهی است. این علم از ناحیه امام معصوم منتشر می شود، عالم رو فرا می گیرد. این علم ابزار سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت انسان هاست. این علم هم علم به تکوین است، هم علم به تشریع است. یعنی ما راجع به هر رفتارمون قانون و مقرراتی اگر خواستیم، این علم و وراثت کتاب جواب میدهد. حسبنا کتاب الله نیست، قرآن است، ولی از زبان امام است. قرآن باید از حلقوم مبارک امام معصوم خارج شود تا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت باشه، و الا ولا یزید الظالمین الا خسارا است. این علم قرآن است، وراثت کتاب. باز یک روایت دیگری محضرتون عرضه بدارم از امام صادق سلام الله علیه. مناقب جلد 4 صفحه 250
راوی بکیر است از صحابی جلیل القدر امام صادق بکیر ابن اعین قال قبض ابو عبدالله علیه السلام علی ذراع نفسه. امام صادق دست خودشون رو گرفتن و قال یا بکیر هذا والله جلد رسول الله. این پوست رو میبینی؟ این پوست بدن رسول الله که رو بدن منه. و هذهی والله عروق رسول الله. این رگه های بدن من رگه های بدن جدم رسول خداست. و هذا والله لحمه. گوشت بدن من گوشت بدن رسول خداست. و هذا از مه. استخوان‌های من استخوان اوست. و انی لأعلم. علم امام رو ببینید. و انی لأعلم ما فی السماوات و اعلم ما فی الارض و اعلم ما فی الدنیا و اعلم ما فی الاخره. بکیر هر چه که تو بگویی علمش را من دارم. ما فی السماوات ما فی الارض ما فی الدنیا ما فی الاخره، همه اونها علمش نزد من است. فرعا تغییر جماعت. تو مجلس عده‌ای نشسته بودن، امام احساس کردن که این جماعت تاب و توان شنیدن این جمله رو ندارن، نکنه اینا غلوب کنند. امام علم دارد ولی علمش عرضیه، خدا علمش ذاتیه. لذا امام علیه السلام فرمود اینم بگم یا بکیر انی لأعلم ذلک من کتاب الله تعالی. اینایی که من گفتم میدانم از کتاب خداست. ما وارث کتابیم، کتاب خدا علم است، همه اونها در سینه ماست. اون چرا که امام میگوید از جانب پروردگار متعال است. بعد حضرت فرمودن آیه شریفه قرآن رو ببین و انزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء. قرآن تبیان هر چیزی است، اما مبینش کیه؟ امام معصوم است. این علم امام، مقام امامت تا اینجا رو داشته باشید. این علم امام بخشیش و رشحه‌ای از رشحاتش در این نهر شیرین جاری می شود. کیا می نوشند؟ تلامذه ائمه، صحابی جلیل القدر ائمه. امام صادق است 4000 شاگرد رو تربیت کرده است، این علم را بخشیش رو به اونها منتقل کرده است. اونا تربیت شدند در مکتب امام صادق و در زمان غیبت این علم بخشی از اون علم امام صادق است و علم ائمه است که میاد در حوزه های علمیه توسط فقها و عالمان ربانی. عالم ربانی اونها پیام رسان امام صادقند. این پیوند امامت و فقاهت است. من یک نمونه براتون بگم. ثقه جلیل القدر ابان ابن تغلب رضوان الله علیه یک نفر از شاگردان امام صادقه، بقیهش رو نمیگم. یک نفر 30,000 حدیث از امام صادق علیه السلام دارد. اعزه من، اساتید من مستحضرن اون جمله معروف حضرت رو به ابان یا ابان اجلس فی المسجد و افتل الناس. مقام رو ببینید، مقام فقاهت اینجاست. امام صادق میفرماید ابان برو در مسجد پیغمبر بنشین، در مدینه فتوا بده. مقام فقاهت از اینجا نشأت گرفته است. بعدم وقتی ابان از دنیا رفت، شما ببینید موت فقیه رو ببینید.
وقتی ابان از دنیا رفت خبر رحلت ابان ابن تغلب را برای استادش امام صادق آوردند. حضرت فرمود اما والله لقد اوجع قلبی موت ابان، والله مرگ ابان ابن تغلب قلب مرا به درد آورد. این مقام فقاهت. دو سه جمله و نمونه از مخالفین بگم در علم امام صادق علیه السلام. الفضل ما شهدت به الاعدا باشه. قال المنصور الدوانقی علیه لعنت الله. ببینید چی میگه منصور که قصد جان امام صادق رو میکنه، اما در این حال میگه ان جعفرا کان من قال الله فیه ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میگه امام صادق یکی از مصادیق این آیه است که خدای متعال علم کتاب را به او عنایت فرموده است. قال ابو حنیفه ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد سلام الله علیه. ابو حنیفه که در برابر امام صادق دکان باز کرده میگه من افقه از امام صادق ندیدم. مالک چی میگه؟ مالک ابن انس ما رأت عین، چشمی ندیده است، ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر، به قلب هیچ بشری خطور نکرده است افضل من جعفر ابن محمد الصادق علما و عبادتا و ورعا. نه علم امام صادق قابل قیاس است، نه عبادتش، نه ورعش. لا یقاس بنا احد. مقام فقاهت را با امامت قیاس نکنید. مقام فقاهت رشحه‌ای از رشحات مقام امامت هست. اون کجا و این کجا؟ حسن ابن علی وشا میگه ادرکت فی هذا المسجد، مسجد کوفه رو میگه، یعنی الکوفه، 900 شیخ. این جلیل القدر موثق میگه 900 نفر را در مسجد کوفه دیدم کلون یقول. پای درس هر کدومشون که مینشستن این 900 نفر میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد. مرحوم شیخ مفید در ارشاد، مرحوم طبرسی یا تبرسی، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب، محقق در معتبر، شهید در ذکرا، عدد شاگردان امام صادق 4000 نقل کردن، مستقیم یا غیر مستقیم. ائمه اربعه مذاهب اربعه، 2 تاشون مستقیم، 2 تاشون غیر مستقیم، شاگردان امام صادق. اما 2-3 جمله راجع به مقام فقاهت. روایات ما چی میگه؟ 2-3 تا روایت کوتاه عرض کنم. این روایت از رسول بزرگوار اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. فقیه واحد اشد علی ابلیس من 1000 عابد. 1000 تا عابد نمیتواند اون قدری که یک فقیه شیطان را به خشم میآورد نمیتواند به خشم بیاورد. شیطان از عباد خیلی غضبناک نیست، اما از فقها غضبناک است. این کلام رسول خداست. فقیه واحد افضل من 1000 عابد. قال الصادق علیه السلام الملوک حکام علی الناس. ملوک خیلی موفق باشن حاکمیت فیزیکی دارند،
بر مردمان، اما والعلماء حکام علی الملوک. این چند تا روایت کوتاه و مختصر. فرق عابد و فقیه چیه؟ روایات ما میگه فرق عابد و فقیه این است که عابد به فکر خود است، خود را نجات دهد. فقیه به فکر دیگران است، امتی را نجات دهد. دو تا تعبیر دیگه در روایات راجع زیباست، فقط واژه رو میگم و رد میشم. یکی واژه مرابطون، مرزداران. این کشور ما، کشور امام زمان، اگر در مرزهای فیزیکیش مرزبان و مرزدار نباشد ما امنیت نداریم. این امنیتی که خدا به مملکت ما ارزانی داشته است به یمن وجود مقدس حضرت بقیت الله و تلاش مرزداران است. مکتب مرز دارد، مرزهای عقیدتی را مرزبانان این مکتب یعنی فقها مرزبانی میکنن. مرابطون. یه تعبیر دیگه مرز بکنن که در روایات آمده و اونم کفالت. بچه یتیم کفیل میخواد، یعنی کسی که عهدهدار امور یتیم باشد. در زمان غیبت شیعه ایتام آل محمدند و فقها کفیلند، سرپرست این ایتامند و امت آرامششون به واسطه وجود فقهاست. اینم مقام فقاهت. اما استاد ما مرحوم آیت الله العظمی تبریزی اعلی الله مقامه، یکی از مصادیق به حق این روایات بود. مقام فقاهت رو به معنای واقعی داشت. یه وقت ایشون سر درس اشاره می‌کردن به قبر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، می‌فرمودن این مجتهد به حمل شایع. حالا واقعاً استادون الاعظم مرحوم آیت الله العظمی تبریزی به حمل شایع فقیه بود، استاد بود و مشمول این روایات بود. من چند تا نکته رو در این مراسم یاد بود عرضه بدارم. 3 مرحله در زندگی ایشون ما ملاحظه میکنیم. قبل از اینکه به نجف مشرف شوند جوانی است 27 ساله از قم مشرف میشه به نجف، اون هم بر اساس یک عنایت بماند. جوان 27 ساله است در زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی اعلی الله مقامه. ممتحن حوض است، مدرس حوض است، مورد توجه و درخشیده در حوزه. مجتهداً از قم عازم نجف شد. تو این سن با اجتهاد بار سفر بست، به نجف رفت. 23 سال کنار مسجد شریف مولا الموحدین امیر المؤمنین پوشه چینی کرد. هم افاده کرد هم استفاده کرد. رفت در محضر بزرگانی از جمله مرحوم آیت الله العظمی خویی رضوان الله علیه بهره برد و افادم کرد. صدها نفر در نجف در این 23 سال از محضر ایشون استفاده کردند، هم در سطوح عالی هم در درس خارج فقه و اصول. اونجا هم حقیقتاً درخشید، مورد توجه مخصوصاً استادش قرار گرفت. ایشون رو به مجلس استفتاء خودش برد و امین او شد. اینجا باز یک مرحله که خیلی بحث‌های مفصلی داره. موندن ایشون در نجف و آمدن ایشون به ایران. 50 سالش استاد ما وقتی میاد به ایران. 30 سالم در این شهر مقدس قم و آشیانه اهل بیت
سکنا می‌گزیند 30 سال پربار، یعنی یک روز 22 سال بنده در خلوت و جلوت در محضر این مرد بودم. حتی روز جمعه ایشون در اینجا بود، حتی روز جمعه به استفتاءات جواب میداد و محل مراجعه بود، تعطیل نداشت. فرمود 40 سال معنای تعطیلی را نفهمیدم، 30 سال پرکار. خب چه کارایی کردیم مرد بزرگ؟ اینا برای ما درسه. من چند موردش رو عرض میکنم، ملاحظه بفرمایید. از 50 سالگی تا 80 سالگی، یعنی 10 سال قبل، تو همین ایام سال 85 ایام شهادت امام صادق که به مولایش ملحق شد، تو این 30 سال چی کار کرده این مرد؟ بدانن مردم ما، مخصوصا جوانهای ما، که عالم ربانی وقتی تو نهج البلاغه میاد امیرالمؤمنین میفرماید این عالم ربانی چی کار میکنه برای یک امت. 30 سال بر کرسی تدریس، 10 ها شاگرد قوی تربیت کرد. یکی از ویژگی های استاد ما خصلت شاگرد پروری بود. این رو هم در پیام مقام معظم رهبری دیدیم و هم در دیدار ما محضر ایشون فرمودن خصوصیت بسیار بارزی بود در عیادت ایشون وقتی که تشریف بردن بیمارستان، همین رو فرمودن که شما شاگرد پرورید. دل می سودوندن، بعد از درسشون دوباره می مدن اینجا تا ظهر، شاگردها دورشون جمع بودن، سوال جواب کار می پروروندند. دوم، آثار علمی و قلمی، نوشته های ایشون از نجف و قم تا روزهای آخر. ایشون ماه شوال از دنیا رفتن، بنده تو ماه رمضان بود خدمتشون مشرف شدم همین بالا. ایشون داشت می نوشت. عرض کردم آقا چی می نویسی؟ فرمودن بحث نماز جماعت عروه است. 65 کتاب تا به حال از آثار علمی و قلمی ایشون منتشر شده. اصول، فقه، رجال، عقاید، تو این کتاب ها نظرات نو، بدیع، ابتکاری، نوآوری ها، این هاست که برای حوزه ما مایه علمی است و باید استفاده کنیم. یکی از کارهایی که ایشون کرد این بود که حلقه وصل میان حوزه نجف و قم شد. 23 سال در نجف توشه چی؟ اوورد اینجا عرضه کرد به اونهایی که راه نجف براشون بسته بود، نمیتونستن برن. اونی که میخواست بره نجف اینجا در محضر درس استاد مثل این بود که در نجف است. وصل کردن نجف و قم رو به یکدیگر، تدریس قوی، همه این رو اذعان داشتن، مختصر اما پربار و پرمحتوا. یعنی شاگرد وقتی از درس ایشون خارج میشد دستش پر بود، مطلب داشت، مقام علمی ممتاز، مقام فقاهت ایشون رو رقم زده بود، احاطه به مبانی و روایات. ایشون در اون زمانی که کامپیوتر نبود، مغزشون و ذهنشون کامپیوتر روایات بود. یعنی وقتی مسئله مطرح میشد ایشون میفرمودن وسائل فلان جلد فلان روایات در دستشون بود، مبانی کاملا تحت احاطه این مرد بزرگ بود. این دوتا، یکی تدریس، یکی کتابها. 3 مقام افتاء، هزاران استفتاء رو جواب دادن در طول این سالها از داخل و خارج کشور. 2 خصوصیت آیون اساتید در پاسخهای استاد ما وجود داشت. 2 خصوصیت خیلی مهم. 1،
دقت در جواب. یعنی الان اگر شما پاسخهای استاد رو در استفتاءات اساتید بلند مرتبه برن روش کار کنن، میبینن بر اساس کاملا مبانی دقیق فقهی و صناعت فقه هست. ان علم و ان دلیل جواب دقیق متین. و دو، خصوصیت دوم فطانت. یعنی چی؟ بعضی از استفتاءات رو استاد جواب نمیدادن. چرا آقا جواب نمیدید؟ میفرمودن گاهی بعضی از استفتاءات ولو به حق است، ولو پاسخ صحیحی داده می شود، اما فتح بابی می کند برای مسائلی در آینده در جامعه ما. فقیه این رو باید زیرکانه ببیند، نکنه فتح بابی بشود که بعد از اون نتوان اون باب رو سد کرد. این هم سه. کار چهارمی که ایشون کرد چی بود؟ دفاع از حریم دین و اهل بیت عصمت و طهارت، دفاع جانانه قولا و عملا، هم با گفتار، هم با نوشتار، هم با رفتار. ستا و هر زمینه‌ای هجمه شد از داخل و خارج. شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مردانه ایستاد، هم در گفتار، هم در نوشتار، هم در عمل. پیاده در مرداد اولین باری که ایشون پیاده روی کرد به سمت حرم و همین ایام بود، فاطمیه مرداد بود، گرما، آسفالت داغ کف خیابان، پای برهنه، برای اثبات حقانیت مذهب و مکتب و احیای مظلومیت بیبی دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها. پنجمین کارشون هم خدمات اجتماعی بود. اینم بگم عرضم تمام، غافل از خدمات اجتماعی نبود. فقیه هم به دین مردم میرسد، هم به دنیای مردم دلسوز همگان است. در منگاه خیریه ایشون که شبیه بیمارستان الان در خدمت همگان، این از آثار و باقیات و صالحات استاد است. همه بخش ها رو دارد. این مدرس از آثار این استاد است. الان حوزه که آغاز به کار می کند، صدها نفر شاگرد امام صادق در اینجا میان و معارف امام صادق رو میآموزن. حدود 40 مدرس اینجا داره. مساجدی که ایشون ساخت در مناطق اهل سنت برای شیعه که شاید خیلی اصلا کسی خبر هم نداشته باشه. اینا همه آثاری است که با اخلاص تمام این مرد بزرگ انجام دادن. عرضم تمام نزدیک شهادت امام صادقین و حوزه علمیه میراث امام صادق است، میراث ماندگار تا روز قیامت. اساتید من، مردم عزیز، این حوزه علمیه اسس علی التقوا من اول یوم. این حوزه از روز اول با اخلاص و تقوا شروع شده است. مؤسس این حوزه مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه. شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا هم هست. بگذارید این رو بگم از مرحوم مؤسس بزرگ این حوزه که با عنایات ائمه به ویژه عنایت حضرت سید الشهدا این حوزه بنا شده. مرحوم آشی خودشون نقل کردن، بعد از چند طریق صحیح دنبال کردن این قضیه را که در کربلا ایشون از دنیا رفتند، اما کربلاست مقابل گنبد ابی عبدالله متوسل میشه. حسین جان به مادر زهرا
مبارکه علمیه قم بود. این حوزه علت محدثش ابی عبدالله هست. اگه شهریه نمیرسید مرحوم بافی میرفت جمکران توسل به حضرت ولی یزد شهر رو براشون نقل کردم. عرض کردم آقا حضرت ولی یزد عنایت دارن، برای مرحوم حاج شیخ عبدالکریم هم میرسوندند. آقا ایشون با اون رقت قلب خاصی که داشتن اشک آمد توی چشمه هاشون، گریه کردن، به من فرمودن که تو مرا با حاج شیخ عبدالکریم مقایسه میکنی. او شیخ عبدالکریم بود و من شیخ جوادم، من کسی نیستم، من چیزی نیستم. اینها اخلاصشون به اینجا رساندشون، اخلاص، تقوا، خصائل اخلاقی، رقت قلب، اشک. استخارا میخواست بکنه همون حالت بکا و رقت قلب رو پیدا میکرد، مخصوصا در عزای اهل بیت عصمت و طهارت. دستمال سیاه پر از اشکش رو با خودش برد، هنگام دفنش گذاشتیم، با او دفن کردیم. اون دستمالی که تو مجالس از اشک چشمش مرطوب میکرد. چقدر ائمه ما مصیبت دیدن تا این حوزه ها به دست ما رسیده است. فقهای ما خیلی سختی کشیدن، اما در برابر مصائب اهل بیت هیچه به ذهن ما خطور نمیکنه. مصائب اهل بیت عصمت و طهارت. نیمه شب منصور دوانقی مأمور میفرستد یا بقیت الله آجرک الله. میگه نیمه شب بود، پسر ربیعه، او نقل میکنه، میگه رفتم نردبان گذاشتم، حتی در نزدم خانه امام صادق را، از در نرفتم، از نردبان بالا رفتم، نگاه کردم دیدم امام صادق نیمه شب داره نماز شب میخواند. وارد منزل شدم، گفتم آقا باید شما رو ببرم. حضرت فرمودن لباس بپوشم. گفتم نه. نعله به پا کنم. گفتم نه. شیخ الائمه 65 سال که در گوشه پیغمبر خداست، میگه من روی اسب نشستم، حجت خدا و ولی خدا را پیاده با پای برهنه بدون نعله، امامه بر سر نیست، لباس بر تن نیست، امام صادق رو کشان آوردم نیمه شب به کاخ منصور دوانقی. این مصیبت ها رو ائمه ما کشیدند. شمشیر کشید منصور، چندین بار شمشیر رو کشید اما غلاف کرد، ولی امام صادق رو آسیبی بهش نرساند. به من دستور داد امام صادق رو با احترام سوار بر اسب کن و به خانه‌اش برد. ششمین حجت شد امام امم، عامل عرش علم در عالم، در زمین هادی و جهنات، اسمه عند اهل السماء الصادق. صادق و شمع جمع صدیقین،
جعفر و بحر علم و حق و یقین دست گیتی که داده دامن او یا امام صادق این شبانه میتونیم مدینه باشیم کنار قبر بیران شاد و ما اینجا دست گدایی دراز میکنیم دست گیتی که داده دامن او آسمان خوششی خرمن او صبح صادق گرد و زین ماتم شد سیه پوش عالم و آدم مرغ دل من گشته گرفتار رقیب گل تو ببرم بقیب و ارزم تمام مرغ دل من گشته گرفتار رقیب قربان بقیب و اشک سفار شبها که در بقیع را من گریه کنم به پشت دیوار اینو با من زمزمه کن شبها که در بقیع را من گریه کنم به پشت دیوار یا رسول الله منصور میخواد فرزند تو به شهادت برسونه اومدی مانع شدی نگذاشتی منصور امام صادق رو بکشه اما نمیدونم کجا بودی روز عاشورا کربلا شب جمعه از کربلاییان شب زیارتی مخصوصا عبدالله خواهر زینب بالای تل زینبیه ایستاده بود میدونم یا رسول الله داشتی نگاه میکردی یه وقت دستها رو سر گذاشت صدا زد یا جدا یا رسول الله صلی علیک ملیک مسلوب الامامت مردگایان این کشته فتاده به همون حسین توست این سید دست و پا زده در خون حسین توست تشکر میکنم از تشریف فرمایی همه حضرات عزیزان مردم عزیزمون علمای اعلام اساتید اعز بیوت مراجع معظم تقلید نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الهی به حق الصادق علیه السلام یا الله 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 فرج مولامون نزدیک بفرما قلب اون حضرت از ما راضی بفرما علما گذشتگان پدران مادران مراجع مازین امام راحلمون مخصوصا استادمون آیت الله العظمای تبریزی غریق بهار رحمتت بفرما حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما حوزه های علمی این مملکت امام زمان از گزند حوادث داخلی و خارجی حفظ بفرما خدمتگزاران به اصلاح این مملکت امام زمان خاصه علمای اعلام مراجع عظام رهبر عزیزمون موفق و مؤید بدار دشمنان اهل بیت دشمنان ممالک اسلامی استکبار جهانی صهیونیست ها مخصوصا داعش و آل سعود رو خار و ذلیل بفرما هر چه زودتر اعتاب مقدسه رو
از شر دشمنان نجات عنایت بفرما، دنیا و آخرت دستمون از اهل بیت کوتاه مفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.